امروز صبح زود بیدار شدیم و اتاق رو روشن کردیم تا روب بپزیم. کناره های دیج رو روغن مالی کردم تا روب موقع پختن نچسبه بهش. میخواستیم با چش ماشین صافی درست کنیم که زورمون نرسید ببندیمش و با چش شلوار درستش کردیم. کبرا خانم هم دستش روبی شده بود و هر چقدر لیس میزد تمیز نمیشد رنجش. بعدش دبه ها رو شستیم چون که اگه بمونه خشک میشه و میچسبه. این توفاله ها رو نگه داشتم سال بعد خودم بکنم. یه زنبور بیچاره هم موقع آب خوردن افتاده بود تو آب و داشت غرق میشد که برداشتمش و نجاتش دادم به زندگیش برسه. بعدش که کم کم روبمون آماده شد یه کاسه نمک ریختیم توش و هم زدیم تا نمک حل بشن و بعدش هم یه کاسه روغن ریختیم و نیم ساعت بعد زیر اتاق و خاموش کردیم. روبها رو خالی کردیم توی تشت تا بذاریم توی تراس و سرد بشن. مامانم رفت از زیر زمین نوشابگابی آورد تا روبها که سرد شدن بریزیم توی اینا. منم تا روب بمون سرد بشه رفتم قابلمه رو شستم چون که اگه روب بمونه توش سوراخش میکنه. بعدش که روبها سرد شدن با گیف ریختمشون توی نوشابگابی ها.